با درود به همه اون بینندگان عزیزی که این لحظه ها ما رو در پخش مستقیم تماشا دارند و متاسفانه این حالا ما یک خبری ناخوش داریم و صبح بر وقت ما از پیوندان کرامت شریپوف حامی شناخته مهاجران در روسیه شنیدیم که قلبی کرامت شریپوف صبح بر وقت از تپیدن باز مانده است و پیوندان میگن که کرامت شریپوف در وحدت فوتیده است و در زادگاهش فیض‌آباد به خاک سپریده می شود. البته شنیدن این خبر و باور کردن این خبر خیلی مشکل است برای ما، چون همگی دیروز همکاران ما با کرامت شریپوف تماس داشتند، انیخترش خودی او با ما تماس گرفته بود و ما میخواستیم امروز درباره آن برای شما خبر بدیم که کرامت شریپوف میگفت از وضعیتی به عمل آمده در تاجیکستان و روسیه وابسته به پنهان شدن بیماری کووید 19 خیلی نگران است و گفت که یک پارچه زمینش رو در یکی از منطقه‌های روسیه فروخته و میخواهد قسمی از این مبلغ رو به مهاجران تاجیک در روسیه و بخشی از دیگری این پول ها رو به افراد نیازمند در تاجیکستان تقدیم کند. البته کرامت شریپوف بسیار از آن عصبی و خیلی روح افتاده بود که در این وضعیتی که حالا هست در روسیه هیچ کاری برای مهاجران کردن نمیتواند و همچنین در تاجیکستان گوشی نیست که صدای او رو بشنود و حرف او رو گوش کند. و طور خود شما هم میدونید طول سالهای اخیر خیلی زیاد رادیو آزادی با کرامت شریپوف صحبت داشت و همیشه او از آن میگفت که او را ناحقانه از روسیه دیپورت کرده بودند و طور شما هم خبر دارید سال 2017 آخری سال 2017 او را از روسیه اخراج کردند، شهروندی او را بیکار کردند و امسال حتی وزارت دفاع روسیه از کرامت شریپوف طلب کرد که 500,000 روبل که طول 2 سال همچون نفقه پولی گرفته بود کرامت شریپوف برگرداند. البته این خبرها نمیتوانست به سلامتی این حامی حقوق شناخته مهاجران بی تاثیر بماند و ما نیز از این خبری فوجوی خیلی هم نگران هستیم و خفه هستیم به قبل و صبح بر وقت هم تعداد زیادی از مهاجران درباره درستی یا نادرستی این خبر از ما میپرسیدند و ما در دوام روز در نشر یک خبری دیگر برای شما در رابطه با درگذشت کرامت شریپوف و دیگر خبرهای تاجیکستان خواهیم گفت و البته مهاجران تاجیک تا به امروز به ما میگفتند که هنگامی که کرامت شریپوف در روسیه بود بیشتر به آنها کمک میکرد و به دردشان میرسید و امروز آنها نیز خودشان تنهایی احساس میکنند با وجود آنکه چندی از حامیان حقوق دیگر نیز هستند که تلاش میکنند در این شب و روز مشکل برای مهاجران تاجیک دستی آنها را بگیرند. رادیو آزادی به خانواده این حامی حقوق شناخته اظهار همدردی میکند و با ما باشید. ما تفصیلات رو در این باره در دوام روز همگی بعد از 2 ساعت دیگر یا از این پیشتر خواهیم رساند.